به نام خداوند بخشنده مهربان. الله اکبر. گوش بده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ترجمه داره میخونه. کلام رب العزت اصلا وجودش میلرزونه، هنوز مسلمان نشده. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. همین صراطی که شما درش هستی. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. کل وجودم میگه اصلا یه انقلاب درونی در درونم اصلا میلرزم. این چیه؟ این کلام عادی نیست، این کلام بشر نمیتونه باشه. کم کم کنجکاو شدم، علاقمند شدم، رفتم ورق زدم. این همونی بود که من دنبالش بودم. بعد می احساس آرامش کردم. میگه همون برادر وقتی دید که من متحول شدم به من گفت برادر چرا مسلمون نمیشی؟ من تو رو دعوت به اسلام میکنم. گفتم اسلام چیه؟ گفت اسلام همینه. گفت چطوری مسلمان بشم؟ گفت غسل بزن، خودتو ظاهرا و باطنا پاک بکن، رو به قبله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. خیلی راحت میگه شهادتین دادم. وقتی این دو کلمه و دو لفظ و دو کلمه رو تلفظ کردم، لا اله الا الله محمد رسول الله، اصلا یک آرامشی و یک چیزایی اصلا درون و بیرونم متحول کرد. احساس کردم که وزنم سنگین شد. خودش داره میگه. فهمیدم که یه چیز عجیبی شدم، سبک شدم، فرشته شدم، پاک شدم، عزیز شدم، کریم شدم، با ارزش شدم، محترم شدم، گرامی شدم. تو از حافظ قرآن بپرس. از یکی از دوستان سوال کردم تو وقتی 30 جز قرآن رو حفظ کردی چه احساسی کردی؟ گفت شیخ وقتی ابتدای حفظ قرآن شروع کردم حس میکردم که تو دلم یه سنگینی داره میاد. همینجور تا آخرین آیه قرآن مونده بود. وقتی این آیه رو تمام کردم، روزی که تو کلاس حفظ و تو دارالتحفیظ و مدرسه حفظ قرآن آخرین آیه 6666 آیه قرآن رو تمام کردم و از بر جلو استاد خوندم، احساس کردم که اصلا نفسم ملکوتی شده. احساس کردم که یه ثقلی و سنگینی تو بدنم به وجود آمد. این کلامی که به کوه عرضه شد تسلیم شد، گفت من نمیتونم. به آسمان ها و زمین عرضه شد، گفت من نمیتونم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. یوسف اسلام مسلمان شد، با مسلمان ها ارتباط برقرار کرد. حالا خواست که گذشته تاریک و سیاه و پلیدش و پرگناهش جبران بکنه. چطوری؟ مثل این باند. تصمیم گرفت با پولهایی که داشت یک مدرسه دینی در خود لندن بزنه. اگه باورتون نمیشه کتاب التائبون بخونی، ترجمه شده به فارسی. اگه عکسش میخوای ببینی با مدرسهش، بیا خونتا نشونت بدم. کتابی نوشته دکتر احمد قادری، اهل یمنه، رئیس ماجستر یا فوق لیسانس، رئیس دراسات علیا در دانشگاه اسلامی مدینیه. دکتر احمد قادری اهل یمنه، همرده عبدالمجید زندانیه، خدا حفظشون بکنه. من شخصا اونو ملاقات کردم، دیدم تو دانشگاه مدینه هست. شیخ محمد میشناسید اونو. این کتاب نوشته حوارات مع مسلمین و غیر مسلمین در اروپا و در غیر اروپا. از جمله کسانی که دکتر احمد قادری با اونها ملاقات کرده و صحبت کرده و قصه اسلامشو ازش شنیده. چطوری تو مسلمان شدی یوسف اسلام؟ این قصه رو با عکس، با مدرسهش، با ریش عظیمی که سینه‌شو پوشنده، همین خواننده انگلیسی سینه‌شو پوشنده. بعد خواستن براش اسم انتخاب بکنن. گفتن اسم، گفتن یوسف. گفتن فامیلت،
نام خانوادگی تخلصت. میدونی چه جواب داد؟ فامیلم اسلام، یوسف اسلام، یوسف پسر اسلام. حالا من و تو مسلمونیم، اسممون محمد، احمد، اسم دخترها فاطمه، زهرا، خدیجه، عایشه، اما سر عروسی ها میرقصه. اسم علی، حیدر، ابوبکر، عمر، اما شراب میخوره. چه مصیبتی و چه آفاتی به این مغزمون و دلمون رسیده. ای مسلمانا، از خدا بترسید. بترسید از روزی که نه مال، نه اولاد، نه پست، نه مقام، نه کارت بازرگانی، نه منطقه آزاد به دادتون میخوره، به دادتون میرسه. یوم لا ینفع مال ولا بنون، این کلام خودشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب پاک، خالی از گناه و شرک و کینه و بغض و دشمنی و معصیت لازمه. دل پاک داری یا نداری؟ عمل پاک داری یا نداری؟